سلام بچه ها، امروز بخوام براتون کورن درست کنم ولی یه مشکلی هست. یه چالش باحال داریم. حتما ویدیو رو تا آخر نگاه کنید. حالا چالشیه، اگه در طول فرایند آشپزی من اشتباهاتی مرتکب بشم محکوم به مجازات میشم و این مجازات میتونه هر چیزی باشه. مواد لازم برای کورن داگ: نه این کورن داگ، نه این کورن داگ. نمک، پنیر ورقه‌ای، تخم مرغ، شکر، بیکینگ پود، آرد سفید، مسواک، داگ، سیخ چوبی، از این چیپس لاکچری. اسمش چی بود؟ اسمش شما تو کامنت ها بهم بگید. آرد سفید یه پیمانه، بیکینگ پود یک قاشق چای خوری، شکر 2 قاشق چای خوری، نمک 1 قاشق چای خوری، تخم مرغ 1 عدد. الان وقت مجازاته. یکم آب کجا؟ آب میریزیم، باید هم مواد رو مخلوط کنیم. تا به یه مایه خمیری شکل بده. سیخ چوبی اینجاست، اینم سرش تیزه. سوسیس رو سیخ رو در سوسیس فرو میکنیم به این صورت، اینجوری خیلی آروم که سوسیس دردش نیاد. این از سوسیس. اینا کجا باز میشه؟ یعنی اون کسی که این مجازات آورد سلام ویدیو دارم بهش. پنیر رو فکر کنم پلاستیکش بعد باز شد. نمیم دیگه هر شد اینجا میذاریم فکر نکنم. خب هم درست شد. یه پنیر درست دستم رفت تو شکر به دستم چسبید، خونه رو به گنگ کشوندم. کجایی چسب پنیر؟ هیچ فکر نمی‌کردم این چسب پنیر بخواد یه موقعی بلای جون من بشه. اینا پوستشو وارد میکنیم. کجایی؟ اینجا سوسیسمونو میاریم. حالا دستم شکریه و همه جا مالیدم. این سر سوسیس قریب میدم بچسبه به سوسیس و میسید افتضاح شد. نمیچسبه. دومی ها خوبه دیگه، افتضاح تر از این کورن داگ وجود نداره. مایه خمیریه رو حالا ریختیم داخل یه ظرف بزرگ که این سوسیسا رو بتونم داخلش آغشته به خمیرش کنم. این از این میدم
داخلش و سوزامونو بهش آغشته میکنم. همه جاشو باید به چیپسمون آغشته کنیم که ترجیشو حفظ کنیم. خیلی آروم فشارش میدیم. کورنداگم ها، حالا چشمو باز کنم ببینم چه اتفاقی براش افتاد. نمیدونم، زشته، خوشگله. به به. شما حتما اینو درست کنید و امتحانش کنید و به من حتما بگید. خوب شد، با چشم بسته چیز خوبی در اومد. فکر نمی‌کردم همین چیزی در بیاد. بریم برای سرخش. یه مایتابه میذاریم، روغن رو نصف نیمه پر میکنیم، داغش میکنیم و بعد کورنداگا رو داخلش میذاریم. و این قسمت جذاب سس ریختن. به به. بی‌نظیره. حتما لایک و سابسکرایب کنید تا ویدیوهای بعدی رو از دست ندید.